سخت‌ترین، نفسگیرترین و پرچالش انگیزترین چالش رو ممکن قرار برم و قراره 20 کیلومتر بدون وایستادن به کاپ بزنم، اونم با یه دوچرخه معمولی. این دوچرخه بچه قراره با این دوچرخه خیلی خیلی معمولی 20 کیلومتر برم و قراره جر بخورم. تا آخر این ویدیو نگاه کنید. لیتس گو. بچه قرار بود دیروز این چالش رو بریم و خواستم امروز صبح برم، دیروز که نشد. امروز صبح خواستم برم، دیدم دوچرخه‌ام خرابه. بس یه سر رفتم همراهی درستش کردم و دستم روغنی شد و ویدیوشو میذارم. بعدش تصمیم گرفتم که برم. الان ساعت 9 ساعت 9 و 5 دقیقه است. هوا خیلی گرمه، هوا 37 درجه است و پدال زیر پام داره میلرزه. نمیدونم تا آخر مسیر برسم یا نه. بچه من هنوز نمیدونم ساعت چند صبحه. برای من تو همبرگرم خواستم من دوچرخه سواری، دیدم دوچرخه یه مشکلی داره و تنظیم نیست و الان تو همباری اینجا همباری ماست. این هم پشت باربند تا من با این پیچو برمیرم تا بذارم این زنجیرش رو درست کنم. بچه بالاخره بعد از کلی تلاش تونستم این پایین تنظیم کنم. معلوم هست دستاره نگاه چی شد. بچه از سربالایی خیلی متنفرم و مسیرم الان سربالاییه. اینجا نمیشه با 40 تا برم. بکنم منم با 10 تا 11 تا میرم. اینجا یکم خنکه ولی چون از اینجا که من قراره برم داخل بیابون هوا خیلی قراره گرم شه. نه که 37 درجه است. پدال خیلی زیر پام داره صدا میده. نمیدونم تا آخر مسیر منو برسونه یا نه. امیدوارم کنده نشه و همه پیچا رو دوچرخه بستم. فکر نکنم چیزی بریزه. حالا امیدوارم که چیزی نریزه. برو بریم. بچه مسیری اومدم شخماتیک. الان اومدم توی این سایه دارم استراحت میکنم. هوا خیلی گرمه. منطقه هم که اصلا منطقه گنگستراست. از اونجایی که به اولین استراحتگاه مسیر رسیدیم، وقت مهمترین آذوقه جهانه و خوشمزه ترین شکلات. بچه از اونجایی قراره ارزون ترین مسیر دوچرخه سواری و ارزون ترین چالش ممکنه بریم شکلات بخورم. بودم 5 تا دونه از اینا دارم به اضافه این گمگمه آب. امیدوارم جواب بده. شکلات بزنم برم ادامه مسیر. نمیدونم فعلا چند کیلومتر شده ولی امیدوارم این مسیری که اومدم 20 کیلومتر بشه حداقل. دارم میبینم چه خوردم تا گوشه نزدم بریم ادامهش. بچه فکر باد بیفته. ضبطه بچه فکر کنم باد بیفته ولی الان من تو مسیر برگشتم برمیرم خونه. فکر کنم یه 15 کیلومتری من فعلا اومدم. جاده یکم سر و شیبیه اینها. بچه جاده یکم سر و شیبیه. بیاید پیووی منو نگاه کنید. من اینطوری دارم میرونم. ماشینا هم از بغلم رد میشن. بچه من دوباره تنبلی کردم، میکروفون خونه جا گذاشتم، فقط خودم آوردم. آره ولی شکلات خیلی خوب چسبید و خیلی خوشمزه بود. اینا بیاید لذت ببرید از مسیر. بیابونه نگاه. حالا فرض کن دمای هوا 37 درجه است. من توی این هوا اومدم اینجا. اینا از عقب من. امیدوارم گوشی از دستم نیفته. بچه یه مسیر خیلی داغونی بود. 20 کیلومتر واقعا خسته شدم. اینا اون بچه هم دارم میرن. بچه اگه لایک این ویدیو یه زمانی به 10,000 تا برسه با دوچرخه تصمیم میگیرم بریم شمال. قرار بریم شمال آجی. فرض کن من نمیدونم فعلا چجوری قراره اون شیب رودبار رو برم بالا یا شیب منجیلو. پیاده هم شده میریم شمال. 10,000 تا لایک 10,000 تا لایک کنید بریم. بچه بالاخره بعد چند کیلومتر رسیدیم به شهر. الان اومدم گمگمه رو پر کنم اینجا. بچه سین خیلی خوبیه
فقط الان یکم سیرم درد میکنه، یه مسیر طولانی رو رکاستم. بچه پاهم داره میلرزه. اینجا صدا نمیاد. آره من به شهر رسیدم. اینو پر کنم بریم ادامه مسیر. بچه تا حالا آب به این خوشمزدگی نخوردم. خیلی یخه. درسه بالاخره تونستم برسم به نقطه شروعمون. بچه باورتون نمیشه هدف 20 کیلومتر بود، ما 22 کیلومتر زدیم. سیرم خیلی درد میکنه، از وسط جر میخوره. آها نمیدونستم این میتونه این همه دوام بیاره این ور رسیدم. خوب تنظیمش کردم، تونست دوام بیاره و من سالم رسیدم. پام داره میلرزه. 22 کیلومتر، اولین 22 کیلومتر زندگیمو زدم. چون از این به بعد همیشه سعی میکنم برنامه اون شکلی باشه که سه شنبه ها و جمعه ها ویدیو بلند داریم، لانگ ویدیو داریم. احتمال من جمعه که قطعیه هر هفته جمعه ها یه ویدیو خفن بهتون میدم. سه شنبه ها سعی میکنم ویدیو خفن داشته باشیم. حتما ساب کنید، ویدیو رو تا آخر لایک کنید. گفتم که اگه 10,000 تا این ویدیو بگیره میریم طرف شمال، جاده شمال، حالا جاده چالوس یا جاده قزوین به رشت با همین تو چرخه معمولی. اونم یه چالش میذاریم واسهش با $1 جاده شمال. $1 امروز 170 تومنه فکر کنم. نفسم بالا نمیاد. بچه واقعا من فکر نمی‌کردم اون چیزی که تنظیم کردم بتونه 22 کیلومتر راه بره، ولی تونستم. امیدوارم هدفم هم اینطوری باشه. درسته مسیر خرابه ولی امیدوارم حداقل بتونم به هدفم برسم. دیروز بچه‌ها خیلیاتون سر اون ویدیو قبلی، ویدیو از صفر شروع کردم وسط این جهنم، کلی دایرکت داده بودید داخل اینستا که آفرین خیلی خفنی، ادامه بده. عاشق همتونم، کله همتون بوس کنم، جیگراتون رو بخورم، گوزتون میگم لهتون کنم از بغل کردن. عاشق تک تکتونم. مرسی که داخل این خانوادی کوچیکم هستید. هر روز قرار گنده ترش کنیم. عاشق تک تکتونم. راستی بچه حتما ویدیو لایک کنید، کامنت بذارید، اشتراک کنید، زنگوله رو بزنید، ساب کنید، هر کاری که میتونید بکنید. بودجه‌مون کمه بچه، راستش باید بودجه رو ارتقا بدید که این نیاز به مانیتایز شدن کانال یوتیوب هم داره. صد خودتون رو بذارید دیگه. شکلات هم افتاد. عاشق تک تکتونم. مرسی که این ویدیو تا آخر دیدید. تا ویدیو بعدی. بای بای.